جگرت بوچی شده آمدیم با تعویض صفحه کلاچ آپاچی 200. تا آخر ویدیو با ما همراه باش، کانال سابس کن، زنگوله رو بزن تا از جدیدترین آموزش های سید سیدوکس 23 برخوردار باشی. برو بریم توی کارش با هم. بدو بریم. خب جگرت بوچی شده انجین لازم نیست از رو موتور بیاد پایین، چون ما اینو میخوایم پلش کنیم. خب اولین قسمت یک دونه تی لازم داری، اگر هم بوکس لازم داری که بوکس، اگر یک همچین تی داری که با تی هش شروع میکنی به باز کردنش. خب ولی ما چون سرعت کار بیشتر بشه این کار انجام نمیدم، ابزارامو برمیدارم. خیلی راحت و شسته و رفته و مجلسی. برای باز کردنش روی موتور اول باید سیم کلاچ باز کنی، شلنگ رادیاتش باید باز کنی، اهرم کلاچ هم باید باز کنی تا بتونی ایره عوضش کنی. خب ما نگاه شروع میکنیم به باز کردن از یک طرف. همونجور دانه دانه دیگه. برو بریم دیگه. یم از این اینا شد باز، بذاریش کنار. یم از این قسمت شد، همه اینا باز. پیچارم دانه دانه برشان میداری، یک جای قشنگ مخصوص شسته و رفته و مجلسی هم میذاریش. خب یم از این قسمت یک دانش اینجا جامان، این هم مزنی بازش میکنی. خب حالا همه اینا رو که واکدی مثل آپاچی و هوندا نیست، یک چیز دیگه هم اینجا داری. چیکار میکنی؟ اینو میکشیش بیرون. یک دونه پیچ آلنی هم کجا داری؟ پشت فیلتر روغن. آفرین، پشت فیلتر روغن. میخوای آچار آلنش هم بدونی شمارش چنده؟ نگاه 5 میلیه، 5 میلی صدومه. خب این هم بندازیش اینجا. بیا این هم از این قسمت، این هم شد باز. ما این هم بازش کردیم. این هم پیچ آلنیش، درسته؟ خیلی خب یک قچاری رمدی همین اهرم کلاجه. نگاه دست از اینجا بگیری. بیا این خودش میاد بیرون، تقه لازم ندارد. چند تا نکته فنی داره این کاسه نمد، حتما باش مراقبت کن ازش. هر سری باز میکنی عوض کن. ماموریت سر میلین میخوره که از کجا؟ از اینجا زمانی که فشار روغن مره بالا زیاد تو کار نگه ببینن، دور برو بعد بیا جلو. نگاه از این سولاخ بیاد بیرون. این سولاخ هم میبینین؟ همین سولاخ باعث میشه اگه این گشاد باشه یا مثل این زده باشه خواهرش عروس کده باشه مثل این پیچ، نگاه این باعث میشه دیگه این کاسه نمده بخوره و روغن فرار کنه و نره زیر پستون بپوشه، موتورت خیلی سری تون پستون بگیره. خب قسمت بعدیش ما چی داریم اینجا؟ یک دونه سنبه داریم، یک دونه هم ساچمه داریم. داخل این سنبت هم چی داری؟ یک دونه ساچمه داری. او چسبیده او تا یک دونه. دیدی یک ساچمه افتاد پایین، حواست باشه. خب این هم از این قسمت شد تموم. منم قسمت باز کردن خود کلاش. این فقط فرقش با بقیه موتورها همیه دیگه، چیز دیگه ای نداره. 3 تا پیچ داره با یک نگهدارنده آهنی که فنرها رو نگه میداره. بیا این رو از این باز میکنی، این رو اینجوری باز میکنی، این رو اینجوری بازش میکنی. بیا این شد باز. تو با تیده هم میتونی بازش کنی. دیسک نداری همچین تیده ای میخوای که این رو بازش کنی. خیلی خب 3 تا هم فنر داره. 1 2 3. جیگرت بوچی شده ای مشتی سابس کن، زنگوله بزن. عشق الله ای والله نرمه تو مزارم مشتی ما که هزاران باری رو انجامش دیدیم. خیلی خب حالا به یک چیز دیگه ما نیاز داشتیم، اونم این بود، همون 4 شاخ قیفی روغن هوندا به این مخوره اینجا. حالا شما یک آچار مخصوص هم داری که اینا رو مخوره توی اینا رو نگه میداره. خب چرا؟ چون اگر این بوکس شارژی نباشه اون رو تو نمیتونی بازش کنی. ما با همی بازش میکنم برات. بیا دست محکم میگیرم. بیا اینا ما بازش کردیم. یک واشر حالت خیلی نازکم پشتش مخوره که الان بهت نشون بدم. بعد اینو کامل میکشیش بیرون. بیا یک واشر این کار حالت واشر گیربکسی. این هم از این. نگاه داخلش یه چیز دیگه نداره، دیسک میکشیش بیرون. نگاه هیچی نداره اینجا. حالا یک قسمت های البته داره که یک بوش مخوره، حالت همو هایپرو یا بی کلاچ. خب این هم یک دونه حالت چیه؟ کاسه گردنه هوندا هست، توش ساچمه مخوره. این هم 4 شاخیشه که نگه داره دیسکت دیگه. این تمام این داستان مجموعه کلاچه آپاچی 200. حالا یک سری فرقای اینجا هستش که بهت میگم چیه. دیسک را حتما چک کن، این بیش از حد لقه. این دیگه لقیش نگاه خیلی زیاده. با اینکه این موتور بالانسر داره، بالانسرش هم داخله دیگه. این ضرب موتور
نمیتونه بگیره. حالت دنده را که میخوای حرکت کنی اولش یک زکن جری میزنه. خب جدی دارم میگم، یعنی فقط به خاطر ایگنای. نگاه فنرهای کلاچ بیش از حد لق شده. یعنی چی؟ یعنی او حالت فنریتش از دست داده، مقاومت نداره، برای همین موتور کله میزنه تا راه بیفته. این پس باید تعویض بشه. این خرابه. نگاه چه صدایی میکنه؟ خرابه. خیلی خوب، ولی کار میکنه. اینا رو هم نزنی خارش اینجوری. چی ببخشید، دنده های مقابل هم نگاه داغونه، اصلا داغون شده. ای کلا این داغون شده. خب حالا چیکار میکنیم؟ صفحه ها رو میخوایم عوض کنیم اینجا، ولی باید دقت کنیم. بیا پایین چی گرفته بود شده ای. این واشریه که پشت دیسک قرار میگیره دیگه. خب این به چه صفحه یا پشت 200 یک متفاوتی داره. فنرها اینجا قرار میگیره دیگه، داخل اینا قرار نمیگیره، مثل هوندا و آپاچی 150 160 180. خب حالا بریم ببینیم اینجا چیه. اینو میکشیمش بیرون. نگاه یک همچین نگهدارنده ای داری. صفحه هاش هم همون صفحه FCC کار شده. نگاه یک معمولا چپ و راست نداره، ولی این آهناش چرا چپ و راست داره. بدم نگاه کونه میکشی. اینا نکات فنیشه که باید رعایت کنی. نگاه یک طرفش تیزتره، سایه نکن. یک طرفش تیزتره، یک طرفش پختره. قشنگ خودش اصلا نشون میده بهت. قشنگ یعنی تابلو بهت نشون میده که معمولا سر پخیش میافته کدومن. چجوری اگه بخوام سفر بیچینه ای بیاد روی ای قرار بگیره، ای دقیقاً ای حالتی قرار میگیره. ای حالتی قرار نمیگیره. اینجا ای حالتی قرار میگیره، ولی اینجا ای حالتی قرار میگیره. ای هم نکتهشه، وگرنه این صفحه خیلی لرزشش بیش از حد میشه. خب ای از این همه رو ور میداری. یک نکته دیگه او زیر داره. نکته اصلیش ای علنگویشه، مثل همون پالسه، مثل تلرهای جتروی اصلی ها. نگاه یک علنگویی داره که حالت بشقابی داره، که زمانی که کلاچ وقتی خیلی تحت فشار قرار میگیره، کلاچ که میگیری این بشقاب چی بشه؟ تخت بشه. نگاه بشقاب بشه توی این دیسک. نگاه زیر این علنگوی صاف، یک علنگوی صاف مخوره اینجا. نگاه این علنگوی، دقت کن. این علنگویه، یک دونه علنگو مخوره تو دیسک. به چه دیسک انگار؟ صاف. یک دونه دیگه نگاه بشقاب داریم. نگاه این یک علنگویه، قشنگ زاویه بگیری دیدن میشه. نگاه حالت بشقابه. این اینجوری نندازیش، این اینجوری بذاریش که زمانی که دیسک تحت فشاره چیکار بشه؟ تخت بشه که روی این لبه فشار نیاره. خیلی خوب. این موتور چون قرار بوده پله بشه، ما فقط آموزشش جداگانه گرفتیم که تعویض صفحه کلاچش چطوره. خب این صفحه داغونه. خیلی خوب. حالا ما دوباره همینا رو میخوایم باید با هم شروع کنیم بچیندن. یک دونه دیدی چپ و راست اینا نداره. اینا هیچ چپ و راستی ندارد. اینا بذاری، ولی اینا چپ و راست داشت. درسته یا نه؟ اینا چپ و راست، اینا چپ و راست داشت. نگاه کن بیا جلو که ببینم قشنگ. لبه تیزش کجا میفته اینس؟ رو به پایین. یعنی لبه تیزشه یا لبه کندشه؟ لبه تیزی باید بیفته اینجوری یا باید بیفته این لبه چیه؟ لبه کندشه. انگار حالت پختره. پختر. خب حالا باید اینجوری بیفته یا اینجوری؟ همینجوری. نگاه این لبه تیز باید بیفته رو به بالا. حواست باشه. این نکته فنیشه. خب این هم اگه اینجوری، یکی بعدی هم همینجوری. نگاه یک لبه پخت داره، یک لبه تیز. ما بزنیمش رو به بالا. این هم از این همه رو شروع میکنی به چیندن. تایم هم نداره که بگه این تایم داره و نمیدونه از این کشیه. نه نداره. این هم از این نگاه این یکی رو حواست باید باشه. نگاه این روی علنگو بوده. نگاه کن، دقت کن. این روی علنگویی بوده. این رو دوباره بذار سر جاش، جا به جا نذاری. اینا رو دوباره وردار. نگاه اینجا ما اینجا داشتیمش. یک دونه چی داریم اینجا؟ آقا اینه که خیلی زرنگه میخواین فرار کنین سری یاد بگیره. نه این حرفا نیست. ما نگهت می‌دارم تا آخر ویدیو. یک دونه صفحه باید بخوره روی علنگویی. آفرین. این هم قشنگ خودش رده داره. اینایی که خیلی فکر مونن زرنگن نداداش. ما خود ما به یک مثال داریم میگیم تو تیز کجایی که خل اونجا ما باشه. بیا جلو الان. خیلی خوب. حالا بریم قسمت همین علنگو. نگاه این خودش یک شیاری داره
که بخوره روی ای. حالا بریم روی تخته کار که ما ادامه کار روی تخته کار انجامش بدم. بیا اینجا، اینا بذاریمش اینجا لبه تیزش سمت بالا. دیگه تایم به خصوصی هم نداره که بگی تایم داره و نمیدونم از شعرها، نه این همینجوری میگیری اذیتی اونجا نمیتونی، همینجا بگیر بهتر. خب همون زاویه عالی بود. برو اونجا به خاطر که فیلم بردار من خورده قدش کوتاهه. خب بیا اینم از این دیگه به همین روال همه رو شروع میکنی به چیندن. به همین روال شروع میکنی به چیندن. یک دونه صفحه، یک دونه دیسک، یک دونه صفحه، باز یک دونه دیسک، همینجور میری تا آخر. نگاه اینجوری مخوره. بعد اینجا میخواد یک داستانی داری. ای که مخوره اینجا دیگه نگاه مجموعت تموم میشه. بقیهش باید بیاری روی این سوارش کنی، بقیه رو باید بیاری روی این سوار کنی. نگاه یک دونه مذاری اینجا، یک دونه دیگه مذاری اینجا. نگاه یکی دیگر هم مذاری این بالا که این بین این فیبر بین این دو تا آهن قرار میگیره. نگاه اینو میای اینجا اینجوری مذاریش. نگاه بیا این شد چیدمان دیسکت که واشرت هم بخوره پشت ای بخوره. این رو چیکارش کنه؟ این واشر بیا این واشر بخوره این پشت که این رو چیکارش کنه؟ پرش کنه. خیلی خوب. حالا دوباره همین دیسک ور می‌داری که این دیسک خرابه، این رو ما عوضش می‌کنیم. این موتور قرار پله بشه. فقط خواستم یک ویدیو داشته باشم. خیلی خوب. یک دونه چی بخورد اینجا؟ یک دونه همچین چیزی بخورد، حالتی که اون رو نگهش داره. دیسک میامد کجا می‌خورد؟ دیسک میامد تو دل این می‌خورد. یک دونه بوش هم میامد توی دل خود دیسک می‌خورد. بیا این هم بوشش. نگاه این هم از بوش دیسکمان. یک دونه واشر هم پشت دیسکمان. یک دونه بچه دیسک هم میامد می‌خورد تو دل اینا. دیگه گرفتیمش. یک پیشگوشتی بلندم حالا ور می‌داری که یک وقت اگر ای اذیتت کرد شروع کنی اینو به چرخوندن. زاویهش اگر کج بود. خب حالا نگاهش میکنیم. خب میبینیم زاویه یک کمی کجه. ای را از این پشت یک کمی نچرخونیمش. بیا دیگه نگاه خودش جا رفت. بیا بیا این دیگه خودش اینجا جا برد. ای از این دیگه خودم نچرخونیمش. عجله ممنوعه. عجله کلا ممنوع. آفرین عجله ممنوع. بیا نگاه خودش جا رفت دیگه تموم. دیگه نکته خیلی داره تا دلت بخواد، ولی دیگه الان اونقدر وقت نیست. هزاران تا نکته داره ای بی کلاچ آپاچی 200 ساله. خب ولی ما فقط نحوه تعویض کردن چه برات گذاشتم. بیا اینم میگیری دستم از این خود فیبریا نگاه میدارم که این بشه. نگاه این درجا من میچرخه. بیا دیگه سفت میکنش. خب این هم از این قسمت شد تموم. درسته؟ فنرات هم ور میداری. نگاه 3 تا فنر میاد مخوره تو دل اینا. بیا 1 2 اینم 3. درسته؟ خیلی خوب. این که درسته یک دونه چی مخوره روش؟ یک دونه همچین آهنیه که نگهش داره. یک آهن خیلی 4 میل تقریبا. میای میبندی پشت سر این. بیا این هم چپ و راست داره آقا. نه داداش چپ و راست نه داره آقا. تو همون ردش ببندی درسته دیگه. بیا این هم از این. ولی این آهنه چرا این چپ و راست داره؟ اینجا بربرینگ میشینه. این نکته داره. اینجا نگاه بربرینگش قشنگ نشیمنگاه بربرینگش مشخصه. باز نگفتی فلان نه. این نمیتونی تو چپه ببندی. فارسیش این میشه چپه ببندی بربرینگ توش جا میافته دیگه. خب این هم از این. بیا اینم میگیریم اینجا. شروع میکنیم به صفر کردن. بیا تمام. زیادم نمیخواد زور بزنی سفتش کنی. او قسمتی که گفتم بربرینگ میشینه اینجاه. بیا ساچمه داخل ای هم فراموش نشه. این بربرینگ قراره کجا بشینه؟ اینجا بشینه. اگر رو نظری اینجا بربرینگ نمیشینه. نگاه این قسمت کار ما شد تقریبا دیگه تکمیل. چیز دیگه ای ما نداریم. این هم هست از قاب کلاجت قشنگ چکش میکنی همه اینا سالم باشه. سنبت سر جاش باشه. نگاه این سنبت یادت باشه اینجا یک وقت دست میزنه برای بچهای در مغازت حواست باشه. نگاه بیا این اینجوری باید اینجا جاش کنی. بیا اینجوری جاش کنی که برگشت داشته باشه. خب اینم ور میداری. نگاه به همین صاف و سادگی میزنی سر جاش جا. نگاه کن نگاه کن هیچ چی دیگه اضافه کم نداره. بیا
اینم بذاریم سر جاش. تمام شد. پیچاش هم میگیری همه رو بند میکنی دانه به دانه. بوکست هم بر میداری ناره یک گیر میدی بیا. بقیه پیچارم طبق همین روال دانه به دانه شروع میکنی به بستن. این پیچ آلنیه زیر فیلتر روغن فراموش نشه. یک کاسه نمدم اینجا مخوره فراموش نشه. تو الان خودت یاد گرفتی جیگرت بوچی شدهی به کمک سیدوکس یاد گرفتی که چی؟ صفحه کلاج آپاچی 200 خودت باز کنی تعویض کنی و ببندی. پس کانال سابس کن زنگوله رو بزن که از جدیدترین ترفندا با خبر بشی. بره رفیقاتم بفرست کانالم حمایت کن. منتظر ویدیوی بعدی ما که تعویض بوبین آپاچی 200 هست و تعویض روغن ریزیش استفاده کنی و خبردار بشی. یا علی.